درود عزیزان دل. 1 کیلومتر فاصله از کارخانه سیمان این جنگل رو نگاه کن. فقط مگر خدا ما رو از دست اینا نجات بده. ما کسی رو که نداریم دلش بسوزه به حال این طبیعت، فقط مگر که خدا به داد ما برسه. این 1 کیلومتر از کارخانه سیمان فاصله داره اینجا. 1 کیلومتر. این درخت ها رو نگاه کن. تمام این درخت هایی که سرشاخه‌هاش میبینین خشک شده داره خشک میشه میاد پایین. درخت از بالا خشک میشه، از پایین خشک نمیشه. همش هم به خاطر گرد و خاک. الان من یه نمونه گرد و خاک کارخونه رو نشون میدم چجوری نشسته روی این درخت. فقط ببین یه شاخه کوچیکی نگاه کن. این گرد و خاک رو دیدی؟ تمام جنگل به همین شکله. تمام این جنگل به همین شکل. ببین چه خبر. این جنگلی که خیلی از درختاش الان 100 سال هم عمرشون بیشتره، به همین راحتی داره خشک میشه. هیچ فریاد رسی هم نیست. و سلام.